هموطنان عزیز، فردا عید سعید قربان که ماهیت آن را ارزش‌های نیک انسان دوستی، انجام کارهای خیر و ثواب، ترغیب عدل و انصاف و کمک و مهربانی نسبت به همدیگر تشکیل می‌دهند فرا می‌رسد. مردم شریف تاجیکستان را به این مناسبت صمیمانه تبریک میگویم و به هر خاندان کشور آرامی و آسایش و روزگار با سعادت آرزو می نمایم. طبق تعلیمات دین مبین اسلام، حکمت این عید مقدس پیش از همه احترام و شناخت قدر و منزلت همدیگر، بخصوص پدر و مادران، دیگر کلانسالان، شکرانه زندگی آرام و آسوده، آمرزش گناه ها، خیر و سخاوت، ترغیب راستی و رستگاری و صفای باطنی این شخص مسلمان می باشد. در خاطر باید داشت که عید قربان توی یا مراسم نیست که باعث وزنی شدن وضع مالی انسان و اعضای عائله وی گردد. رسوم و آداب آن، ادای نماز عید و قربانی کردن تنها از جانب شخصان دارای امکانیت مساعد مالی می باشد. اصل و ماهیت قربانی غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت و جهت دستگیری مردم کم بضاعت به خیر و سخاوت جلب نمودن مردم دارا می باشد. بخصوص جوانانمان که ما آنها را ذخیره بزرگ استراتژی برای آینده دولت صاحب استقلالمان می حسابیم، باید خوانند، دانشمند شوند، حس بلند ملی و افتخار وطنداری داشته باشند و از تاجیک بودن خود افتخار نمایند. ما سالهای نهایت وزنین 90 عصر گذشته را که با دخالت قوه‌های بدخواه و خواجگان خارجی آنها به سرمان آمد سپری نمودیم. ملتمان را دیگر باره صاحبی کردیم، سرجم نمودیم. دولتمان را از نیستی نجات دادیم، یعنی از وضعیت بی نهایت سنگین شکر که برآمدیم. از این رو باید چون هر وقت زحمت کشیم، بخصوص حاصل فراوان بهار امساله را که به شرافت طبیعت بیشتاسا و از برکت کشاورزان با ننگ و ناموسمان میسر گردیده است، بی تلف جمع آوری نماییم. کشت تکراری را وسعت بخشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم و در فکر ذخیره مواد غذایی و زیاد کردن صادرات محصولات باشیم. با نیت آرامی و ثبات همیشگی و وحدت جاودان ملی، بار دیگر فرارسی عید سعید قربان را
به همه شما همدیارانی عزیز صمیمانه تبریک گفته برایتان تنی صحت، اقبال نیک، برای کار و به تاجیکستان محبوبمان پیشرفت و آبادی روز افزون آرزو می نمایم. عید مبارک باشد هموطنان عزیز.